به نام یاد خدا. سلام، وقتتان بخیر. به خبرهای این ساعت از رادیو شمله خوش آمدید. کاخ سفید در یک اعلامیه بیان کرده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز جمعه هفته جاری به آمریکا سفر می‌کند. جین پسکی سخنگوی کاخ سفید گفته است که غنی و عبدالله در 25 جون با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهند کرد. محور گفتگوی این دیدار همکاری پایدار بین افغانستان و آمریکا پس از خروج نیروهای آمریکایی گفته شده است. سخنگوی کاخ سفید میگوید که ایالات متحده به حمایت از مردم افغانستان با ارائه کمک‌های دیپلماتیک، اقتصادی و انسانی متحد است تا از حقوق بشر از جمله زنان و دختران و اقلیت‌های افغانستان حمایت کند. و همچنین گفته است که آمریکا به شدت با دولت افغانستان کار می‌کند تا اطمینان حاصل کند که این کشور هرگز به پناهگاه امن برای تروریستان بدل نخواهد شد. سخنگوی کاخ سفید میگوید که آمریکا از روند صلح افغانستان حمایت می‌کند و همه طرف ها را برای شرکت در مذاکرات معنادار به هدف پایان درگیری تشویق خواهد کرد. پلیس کابل دوشنبه 31 جوزا از جلوگیری انفجار یک حلقه ماین در شهر کابل خبر می‌دهد. حوالی ساعت 5:30 صبح امروز تروریستان وحشی یک حلقه ماین مغناطیسی را جهت کشتار مردم بیگناه ما در ساحل سرک دیمرادخان ناحیه هفتم شهر کابل در محل مسکونی جابجا و عیار نموده بودند. قبل از وقوع انفجار توسط پلیس حوزه مربوطه کشف و توسط تیم انجینری قماندانی امنیه کابل خنثی گردید و از وقوع یک رویداد خونین تروریستی جلوگیری به عمل آمد. بسیج مردمی تنها راه کار مقابله با طالبان. پس از حمله‌های پیهم طالبان بر ولسوالی‌های غربت در پروان شاهد آن بودیم که 500 تن از شهروندان کشور در این ولایت علیه طالبان بسیج شدند و نگذاشتند که ولسوالی‌های این ولایت به دست طالبان بیفتد. در فاریاب نیز بسیج مردمی تا اکنون باعث شده است که این ولایت سقوط نکند. در بادغیس نیروهای مقاومت علیه طالبان می‌جنگند. در جوزجان پس از سقوط 4 ولسوالی دیروز مردم کنار نیروهای ارتش بسیج شدند و در تخار و کندوز نیروهای مردمی اند که نگذاشتند طالبان این ولایت را به جنگ بیاورند. و خبر اخیر همین که پس از 2 بازی پرهیجان در جام ملت‌های اروپا دیشب 20 جون تیم‌های فوتبال ایتالیا و ولز از گروه ای به دور حذفی این مسابقات راه یافتند. ایتالیا که 2 بازی قبلی خود را نیز با پیروزی پشت سر گذاشته و راهیابیش پیش از بازی دیشب به دور بعدی حتمی شده بود، با شکست دادن ولز با نتیجه 1 در مقابل 0 به حیث تیم اول گروه به دور بعدی صعود کرد. ولز گرچه در برابر ایتالیا باخت اما با 4 امتیاز از بازی‌های قبلی در ردیف دوم جدول قرار گرفت. سیویس هرچند دیشب ترکیه را 3 در برابر 1 شکست داد و مانند ولز 4 امتیازه شد، اما به دلیل نداشتن تفاضل گل بهتر از ولز در ردیف سوم جدول جا گرفت. قرار است امروز 21 جون به سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا 2020 فنلند به مساف بلژیم برود و روسیه با دنمارک و رویارویی کند. این بود خبرها. از توجهتان تشکر. خدا نگهدار.